در این درس سوالی 50 و 51 رو پر میکنیم. این مثال درباره زیچی است. اول زیچی رو به خاطر بیاریم. زیچی چی بود؟ چی نشون میدیم؟ رو برابر است به ماسه تقسیم حجم. فرمول همین بود. بفهمم درست میشونم. بعضی جاده دی استفاده میکنم برای زیچی. رو بفهم. رو از همین فرمول زیچی است. اکنون نگاه کنید آیا بعضی جسم‌های دو در پهلوهای ترازو گذاشته شده نگرید بر اسب چه خلاصه برآوردن ممکن است. چه خلاصه نگاه کنیم وزن هر دوش یک خیله. اگر وزنشون یک ماسه‌شون یک خیله است. ماسه اینها یک خیله است. لیکن نگاه کنید حجم هر خیله است. ما اینو از جهت M1 M2 گویم. چه خلاصه برآوردن ممکنه. زیچی‌هاشون البته که هر خیله است. اگر ماسه یک خیله ماسه یک برابر است به زیچی یک ضرب حجم یک. ماسه دو برابر است به زیچی دو ضرب حجم دو. از اینجا ما میدونم که M1 برابر M2 چون برابر هستند در پهلوهای ترازو یک نشون میده. حجم یکم برای برابر شدن یا کنیم برای برابر شدن حجم یکم از حجم دوم کلان است. یعنی این چی معنی دارد؟ اگر حجم یکم کلان زیچی یکم باید مایده‌تر باشد از زیچی دوم. اگر حجم یکم از حجم دوم کلان باشد چون که برابری است. وقتی ضرب میکنیم باید یک خیلی از جهت عددهای هم اینو فکر کرده میتونیم. مثلا بگذار زیچی حجم این چند باشد؟ مثلا میگم 10 باشد. این 5 یعنی کمتر باید باشد. برای ماسه برابر کردن یک رقم رو گیرم برای زیچی یکم بگذار 2 باشد. زیچی این حجمش 10 متر کوب باشد یا سانتی متر کوب و زیچیش بگذار 2 باشد مثلا. و ماسه این چی میشود؟ 20 میشود. برای این 20 شده باید زیچیش 4 باشد. زیچی این باید 4 باشد چون که 20 ضرب 20 باید شود. یعنی ماسه باید برابر کنه. یعنی از همین منطق رفته شما گفته میتونن که زیچی یکم از زیچی دوم باید خرد باشد و از جواب ببینید زیچی جسم یکم زیادتر است خطا، زیچی جسم یک خیله است این هم خطا، زیچی جسم دوم زیادتر است. این جواب درست است. اینا خطا میباشن. زیچی دوم دو مراتب کمتر است. مراتبش نمیدانیم چون که یگان رقم رو داشته این هم خطا است. سوال نوبتی 51 نگاه کنید رزینه ها یک خیله‌اند. حجم در اینجا یک خیله‌اند. زیچی‌های دودگی‌اند. این کدام سقه‌ها میباشند؟ آلومین، میسین، نقرگی و تیلا. حجمشون برابر میباشد لیکن از روی آویختش نگاه کنید این پایان‌تر رفتگی یعنی وزن این بسیارتر است. با وزن علاقمند میکنیم. وزن بعدی از همه کلان دوم است، بعد سوم و از همه خرد این یکم است. بیاین خیلی قطعه مقایسه کنیم با زیچی‌ها. اگر چی یک خیلی باشد حجمشون یعنی ماسه برابر چی است؟ زیچی ضرب حجم. حجم برای همشون یک خیلی لیکن زیچی همش هر خیلی است. یعنی همه چی به زیچی وابسته است. زیچی کدامش اصلا زیاد باشد همون اصلا پایان‌تر میره. ماسه همون کلان‌تر است. از اینجا میبینیم زیچی کدام این سقف از میدونید که از چی تیلا چون موافق هم تیلا یعنی این تیلا است. بعد دوم زیچی کدامش کلان این است. این بچه نقره یعنی جسم دوم نقره است. جسم سوم با این زیچی یعنی میس است و یکمش آلومین است. پورا نمیست آلومین است. یعنی از ما چی میگم با کدام رزین سقف‌های نقرگی این دو سقف می‌کنیم و دومش آویخته شده است.